در دهه دشت رباط جماعت دهات خرمدیار با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد انشاءات نوی دو آشیانه خوشطرح و زمانوی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. کارهای ساختمانی در بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 دهه دشت رباط ناحیه دوستی سال 2024 آغاز گردیده در کارهای بیناکاری 20 نفر ساکنان محلی به کار جلب گردیدند. هدف از بنیاد انشاءات نوی تعلیمی برطرف نمودن نارسایی جای نشست خوانندگان ارزیابی کرده می شود. مکتب جایی است که آرزوهای کودکان به حقیقت مبدل می گردد. من زلفلیه و نوزیه خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه دوستی می باشم. با سیاست معارف پرورانه جناب عالی ما امروز امکانیت پیدا می نماییم در صنفخانه های برهوا با شرایط خوب و امکانیت های معاصر تحصیل نماییم. وعده می دهیم که با علم و دانش، اخلاق نیک، مهنت پاک و صداقت پاک به وطن خدمت خواهیم کرد. از نام همه خوانندگان به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای دستگیری در ساحه معارف منتداری بیان می نماییم. گذشته از این 671 نفر فرزندان ساکنان دهه دشت رباط جماعت شهرک خرمدیار در دو بست به تعلیم و تربیه فرا گرفته شده بودند. همکنون با ساخته مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 شرایط علم آموزی نسل نورس در صنفخانه های زیبای و برهوای مجهز با لوازمات تعلیمی باز هم بهتر خواهد گشت. انشاءات دو آشیانه ایلاوگی ساخته شده در برابر 10 صنفخانه تعلیمی همچنین دارای حجره آموزگاران و مرکز نوی گرمیدهی می باشد. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه دوستی بنیاد چنین مؤسسه نوی تعلیمی را از توجه و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن دانش آموزی نسل آینده ساز ملت و رشد ساحه معارف کشور ارزیابی می نمایند. Мы, ученики школы номер 20, выражаем вам огромную благодарность за новую современную школу. Это лучший подарок для нашего будущего. Мы обещаем усердно учиться и быть достойными гражданами своей родины. بنیاد و موارد بهره برداری قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 از شماره انشاءات جشنی تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی محسوب یافته تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان برای آموزگاران، خوانندگان و ساکنان دهه دشت رباط جماعت شهرک خرمدیار به حساب می رود.